خبرهای جهان و تاجیکستان از برنامه تحلیلی و خبری اخبار آزادی پیشنهادی شما می‌گردد. سلام و درود به آنهایی که برنامه را تماشا دارند. من مومین احمدی دوام 15 دقیقه شما را همراهی می‌کنم. امروز 28 اپریل است. نگاه به سرخط خبرها. در صدمه در ناحیه یاوان 5 نفر از جمله 2 کودک به هلاکت رسیده است. شرح وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. کارشناسان باور دارند که در چند سال آینده سهم مهاجران کاری در رشد اقتصادی تاجیکستان همانا بزرگ باقی میماند. به خارج کشور با مهاجرت می روند و البته برای خانواده های خود پول می فرستند و این البته محرک اساسی اقتصاد تاجیکستان است. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در رابطه با مرگ 10 نفر در بندر عباس به مردم ایران همدردی کرد. اما شروع میکنیم از صدمه مرگبار در ناحیه یاوان که روز 25 اپریل سبب هلاکت 5 نفر و از جمله 2 کودک شده است. به قول وزارت کارهای داخلی آرزو کلتایف ساکن 31 ساله ناحیه یاوان از عهده اداره ماشین نبرآمده به کانال آبگذر سرازیر شد. در این حادثه مادر و همسر 2 پسر و ینگه راننده به هلاکت رسیدند. در نوارهای حادثه به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که چند زن و کودک آغشته در خون روی راه خوابیدند. در یک هفته اخیر این صدمه یا تصادف دوم مدهش در راههای ولایت ختلان است. روز 24 اپریل در کنار شهر کلاب 3 ماشین با هم برخورده محیدین عالیمفی 30 ساله و امیرجان دولتوی 29 ساله با آسیب‌های شدید در شعبه احیا بستری گشتند. در نواری دوربین‌های سر راه دیده می شود که یک ماشین با سرعت بلند به سمت مقابل راه برآمده با ماشین تنگم و یک اوپل برخورده است. طبق حساب‌های رسمی هر روز در راه‌های تاجیکستان از 2 تا 3 نفر در صدمه‌ها هلاک و یا از 3 تا 5 کس معیوب می شوند. رعایت نکردن قاعده های راه، حرکت با سرعت بلند و ماشین های کهنه و راه های ناهموار از سبب های مرگ و میر زیاد در راه ها نام بر می گردد. مرکز اسماعیلیه در شهر دوشنبه در نامه بر رادیو آزادی گزارش ها را از مانع گذاری مقامات تاجیکستان به سوگواری از درگذشت آقاخان 4 رهبر پیشین اسماعیلی ها و به تخت نشستن امام نو رد کرده است. رادیو آزادی در این باره به نقل از مطلب بنگاه فارم 18 در ماه مارس امسال خبر داده بود. همکارم کیومرث عطا آگاهی بیشتر دارد و با ما در اینجاست. کیومرث، در گزارش چی گفته میشد و نامه مرکز اسماعیلی از چی عبارت است؟ سلام عبدالمومن و بیننده های عزیز. پایگاه فارم 18 در مقاله خود مقامات تاجیکستان را تنقید کرده بود که مانع برگزاری مراسم اسماعیلیان در شهرهای خاروق و دوشنبه شدند و برای اثبات این گفته‌هایش نقل چند نفر را هم آورده، اما به دلیل امنیتی نامشان را ننوشته بود. از جمله گفته میشد که گروه در مرکز اسماعیلیه در دوشنبه جمع آمده بودند تا مراسم به تخت نشستن پیشوای نو اسماعیلی ها شاهزاده رحیم الحسینی آقاخان پنجم را به طور آنلاین ببینند، ولی مقامات نیروی برق را خاموش کردند. مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه در نامش گفته است که هیچ مانع‌گذاری نبود، ولی همزمان تصدیق کرده است که در بینای مرکز اسماعیلی شهر دوشنبه بنابر صدمه ناقل‌ها برق خاموش گردید و در حال تجهیزات برقی به گنراتور پیوست شد، ولی شرکت کنندگان به گفته مرکز اسماعیلی قسمت آخری مراسم را نتوانستند همراهی کنند. پایگاه فارم 18 در مطلب خود همچنان نوشته بود که صدها کس روز 5 فوریه امسال در مرکز اسماعیلیه در خاروق جمع آمده به خاطر درگذشت پیشوای سابق آقاخان 4 عزا گرفته بودند، اما افسران و منصبداران بلندگویی ها را برداشتند تا صدای داخلی بنا را کسی نشنود. مرکز اسماعیلیه دوشنبه این شکایت را شرح نداده است، ولی پیشتر غالب نیت بیگزاده سخنگوی رئیس ولایت بدخشان در فیسبوک نوشته بود که مقامات برای برگزاری مراسم عزاداری در شهر خاروق یگان دشواری نآوردند. کیومرث، در سالهای اخیر بعضی از سازمان کشورهای غربی از وضع اسماعیلیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، بارها از حکومت خواستند که اذیت آنها را بس کند. هرچند مقامات وجود تعقیب را رد میکنند، در هر صورت بسیاری ها
دانستن میخواهند که این نگرانی ها از کجا سرچشمه میگیرد؟ بله عبدالمومن، این نگرانی ها پس از سرکوب اعتراضگران در شهر خارق و ناحیه روشان در سال 2022 بیشتر شده است، جایی که تعداد زیادی پیروان اسماعیلی زندگی میکنند. گذشته از این در این مدت بنیاد آقاخان از چند بینای خود در مرکزی ولایت مختار کوهستانی بدخشان محروم گشت، از جمله لیسه آقاخان، زمین دانشگاهی وابسته به شبکه آقاخان، مهمانخانه سرینا و باغ مرکزی فراغتی شهر خارق. شبکه رشد آقاخان یا همان بنیاد آقاخان بیش از 30 سال در تاجیکستان و کشورهای همسایه‌اش طرح‌های زیاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را عملی می‌کند و سهمیه شرکت موبیلی تسل، بانک سرمایه‌گذاری و قرضی و همچنین مهمانخانه سرینا در دوشنبه به آن مربوط دانسته می‌شود. ولی بنا به گزارش‌ها حکومت تاجیکستان مهلت سازشنامه را با شبکه رشد آقاخان که در آخرین ماه اکتبر سال 2024 به پایان رسیده است دراز نکرد و این به معنای محروم شدن این شبکه از مقام یا همان استاتوس دیپلماتی در تاجیکستان است. سپاس از همکارم کیمرسیتا که درباره پاسخ مرکز اسماعیلیه در دوشنبه و مانع‌گذاری ها در عبادت و مراسم های اسماعیلیان تاجیکستان صحبت کرد. سازمان های بین المللی مالی پیش بینی میکنند که سالهای آینده سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان سست‌تر خواهد شد. مقامداران تاجیک به این خلاصه زیاد موافق نیستند و اصرار می‌ورزند که این نتیجه گیری کامل نیست. در این رابطه کارشناسان مستقل میگویند که اقتصاد تاجیکستان به وضع اقتصاد جهانی و بخصوص صادرات نیروی کاری به خارج کشور وابسته است. موضوع را همکارم علیشیر ظریفی و امیر عیسایف پیگیری کردند. بانک آسیایی رشد پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی تاجیکستان در سال آینده از 7.4% فعلی به 6.8% پایین خواهد آمد. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته رسما 8.4% گفته میشد. وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان به ارزیابی بانک راضی نیست و میگوید رشد اقتصاد در 2 سال آینده از 8% کم نخواهد بود. تشکیلات‌های بین‌المللی مالیوی همون اندیکاتورهای اساسی که در اساسی اندیکاتورهای هستند که همون را به نوبت میگیرند. مثال سالهای گذشته را نگاه میکنند، تندنسی سالهای گذشته و در وابسته به این حجم مجموع محصولات صنعتی، مجموع محصولات کشاورزی، اندیکاتورهای اساسی که اینها حجما بزرگ هستند. اندیکاتورهایی که مثال وای خورد دارند به نوبت نمیگیرند و یعنی در وایشون به نوبت نمیگیرند. به همین خاطر کمی سرعت رشد اقتصاد در کشورها از جانب تشکیلات‌های بین‌المللی مالیوی کمی پست‌تر می‌شود. سبب کاهش احتمالی را بانک آسیایی رشد به کم شدن انتقال مبلغ‌ها بستگی می‌دهد. روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی عبدالله اشرف بر این است که واقعاً حالا اقتصاد تاجیکستان و منطقه در رو بروی نامعینی‌های عمیق قرار دارند. حالا طور می‌بینیم یک جنگ شدیدی گمرکی، جنگ تجارتی و آن را نام می‌برند میان دو اقتصادی عظیم دنیا آمریکا و چین جریان دارد که احتمال به سرعت رشد تمام اقتصادهای کشورهای دنیا میتواند تاثیر رساند، از جمله تاجیکستان. سرچشمه و یا محرک اساسی اقتصادی تاجیکستان در سالهای گذشته و چند سال آینده باز هم افزایشی با سرعت اهالی در تاجیکستان باقی میماند. هر سال شماره بیشتری جوانان قابل کار وارد بازار مهنت میشوند، هرچند بسیاری آنها در خود تاجیکستان کار نیابند هم به خارج کشور به مهاجرت میروند و البته برای خانواده های خود پول میفرستند و این البته محرک اساسی اقتصادی تاجیکستان است و احتمال تا 10 ساله دیگر هم این همچنان باقی میماند. با حساب‌های گوناگون انتقال پول مهاجران به تاجیکستان در سال گذشته با وجود سختی‌هایی که مهاجران تاجیک در روسیه به سر بردند، قریب نیم مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل داده است. این در حالی است که نهادهای اقتصادی تاجیکستان نه همیشه سهم پول مهاجران را در رشد اقتصاد اعتراف می‌کنند و حتی از گفتن آمار آن خودداری می‌ورزند. از نگاه متخصصان وزارت رشد اقتصاد، استحصال مجموع محصولات صنعتی و کشاورزی، گردش سودا، مسافرکشانی، خدمت‌رسانی‌های پولاکی از منبع‌های اساسی رشد اقتصاد به حساب می‌روند.
در دورنامه این نهاد حجم محصولات صنعتی برای سال 2025 بیشتر از 71 میلیارد و کشاورزی زیاده از 75 میلیارد سومانی ارزیابی شده است. معلوم نیست این دورنامه چگونه عملی می شود و تا کجا در بهبودی زندگی مردم می تواند تاثیر گذارد. ولی به گفته اقتصادشناسان یک چیز روشن است که اقتصاد تاجیکستان پایبند بازار خارجی است و اکثر مال و محصولات نیاز مردم وارداتی بوده. هر تغییر در بیرون می تواند تاثیر جدی بر رشد اقتصاد تاجیکستان داشته باشد. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 27 اپریل به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در رابطه با ترکیش مرگبار در بندر عباس تعزیه بیان کرد. ترکیش در بندر شهید رجایی یا بندر عباس به حد سخت بوده است که در آن 10 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. آتش در این محله هنوز خاموش نشده است و روسیه هواپیماهایش را برای خاموش کردن آتش فرستاده است. بندر عباس مهمترین بندر در منطقه است که از طریق آن مال و محصولات ایران به کشورهای دنیا انتقال می‌یابند. در ایران ماتم ملی اعلان کردند. جزئیات در گزارش همکارم کیومرثی عطا. در ترکیش روزی 26 اپریل در بندر شهید رجایی مشهور به بندر عباس ایران تقریباً 50 نفر جان باخته، بیش از 1000 کسی دیگر مجروح شدند. رسانه ها با تکیه به منابع خود گفتند مواد کیمیایی که از چین برای ساختن موشک آورده میشد ترکیده است. مقامات ایران این ادعا را رد کرده میگویند که تحقیق هنوز به پایان نرسیده است. در نوارها دیده می شود که در آغاز یک آتش خرد سر می زند و پس از چند دامنه آن وسیع شده ترکیش به وجود می آید. ترکیش و آتش و دود آن به حدی بود که حکومت مجبور شد در این مکتب و کارخانه ها را در این منطقه ببندد. در نوارهایی که از جای حادثه نشر شدند 10 وگان و ماشین های پاره پاره دیده می شوند. در 2 روز آخر تلاش شد که با ماشین های آبپاش و چرخبال ها آتش را خاموش کنند، ولی هنوز در محل حادثه دود دیده می شود. مسعود پزشکیان پرزیدنت ایران به دیدار شخصان مجروح رفت. دستورات لازم به وزیر محترم بهداشت و مجموعه کارشناسا داده شده که با قدرت دارن مشکلات رو پیگیری میکنن، حل میکنن. به امیدوارم هرچه سریعتر بتونیم مشکلاتی رو که ایجاد شده رو حل کنیم و انشالله حتما حل خواهیم کرد. مقامات ایران میگویند که از 1000 شخص مجروح حدود 200 نفر در بیمارستان بستری هستند. بندر عباس در خلیج فارس از مهمترین پایگاه‌های انتقال مال و محصولات در منطقه است. از طریق این بندر مال و محصولات ایران به کشورهای دیگر دنیا و از آن طرف به ایران انتقال می‌یابد. حالا کار این بندر قطع شده است و معلوم نیست که کی از سر گرفته می شود. دادگاه بسمنی شهر مسکو روز 27 اپریل ایگنات کوزین را که با ترکاندن ماشین و کشتن گنرال یاروسلاو موسکالیک گمان زده است تا 25 ایون امسال به حبس گرفت. یاروسلاو موسکالیک معاون سردار سرریاست ستاد کلی نیروهای مسلح روسیه روز 25 اپریل در نزدیکی خانه‌اش در بلاشیخه کشته شد. مقامات روسیه گفتند ایگنات کوزین در زیر ماشین مواد ترکنده خودساخت گذاشته، سپس آن را در نزد خانه موسکالیک مانده بود. به اطلاع مقامات روسیه کوزین 42 ساله است و زاده شهر سومی اوکراین، در حالی که آنها ادعا دارند که در این حادثه کیف دست دارد. اوکراین درباره ترکش روز 25 اپریل و کشتن یاروسلاو موسکالیک چیزی نگفته است. اخباری از این بیشتر در صفحه تلگرامی ما نشر می شود که پیوندش در زیر برنامه گذاشته شده است. در یوتیوب، اینستاگرام، ایکس و تلگرام و فیسبوک و رادیو آزادی خبر و گزارش ها با عکس و تصویر نشر می شوند. به خبر نمانید. خدا نگهدار.